عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته برادر عزیز. استاذ هستی خوب هستی انشالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش آمدین. نفهمیدم برادر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بله. ممكن که لایک ابو جخی کو دوستا بیان انشالله. دوستا داخل شوان. میگم چی بفرمان انشالله خدمت کنیم. انشالله میخونیم. مثلا که کم ترکو دوستا جمع شوان انشالله که در خدمت هستیم. اما لایک ابو جخی کو 5 شود تا اینکه دوستا بیان. اونهایی که هستن با اگم درخواست و گفتنی ها دارن اونها را مقصد بیان انشالله که سرجم صحبت کنیم خوبتر بهتر می شود. 21 نفر 5 دونه لایک های اما را بجه خیلی چی گپ می شود. یک انشالله بیان دوستا. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب انشالله که شما بفرمایید انشالله ما در خدمت هستیم. انشالله که شروع میکنیم. همون یکن 22 نفر این 9 دونه لایک های کوم را یک بسم الله کنید دوستو. از زیرش کنید انشالله که دوستو بیان. مراتب انا 200 چند نفر بدن یک کم ترک صدا خسته شد خدمت کردن نتونستیم. هم خاطر جمعیت زیادتر شد و خوبتر میشه و پیشنهادیم دوستا زیادتر میشه. بله انشالله میخونیم سوره یوسف میخونیم سوره الرحمن میخونیم. در خدمت هستیم برادران. سوره فاتحه را تلاوت کنیم بعدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. خب انشاءالله میشه بعدا یکم موضوع نشید باشه بفرمایید انشاءالله برادران در خدمت هستیم. جزاک الله خیرا. انشاءالله برادر مسلم تاجیکستان انشاءالله که میخونیم فرصت هاش خوان انشاءالله که در خدمت هستیم. خب یکم موضوع درباره نشید بفرمایید انشاءالله. همین ناحیه مرکز ناحیه برادر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر عزیز. اشکی پدرش کدام بود برادر؟ الحمدلله برادر عزیز خوب هستیم. شما خوب این احوال خوب هستن؟ میبرم تنها به سوی خالق خود من پناه همین باشه. انشاءالله. میبرم تنها به سوی خالقی خود من پناه خالقم بر هر دو عالم سرور است و پادشاه. میبرم تنها به سوی خالقی خود من پناه سرورم بر هر دو عالم سرور است و پادشاه. خالقم کیردگاری من خدایی مردمی عالم بود. میبرم از وسوسه تنها به سوی او پناه کیردگاری من خدایی مردمی عالم بود. میبرم از وسوسه تنها به سوی او پناه آن که دائم وسوسه در سینه ها می افکند خواه انسان باشد یا این که دیوی روسیا. آن که دائم وسوسه در سینه ها می افکند خواه انسان باشد یا این که دیوی روسیا. می دهد هر یک
نفر تابان کاری کرده اش گر رسد جیحون یا روزی حساباتی گناه میدیه در یک نفر تاوانی کاری کرده اش گر رسد جیحون یا روزی حساباتی گناه میبرم تنها به سوی خالقی خود من پناه خالقم بر هر دو عالم سرور است و پادشاه میبرم تنها به سوی خالقی خود من پناه خالقم بر هر دو عالم سرور است و پادشاه. بله. خب در وصف رسول الله صلی الله علیه وسلم: عاشقم بر کاری تو گشتم بیماری تو عاشقم بر کاری تو گشتم بیماری تو من فقط در زندگی تشنه دیداری تو من فقط در زندگی تشنه دیداری تو دیدگیریان امتت بی سرابان امتت دیدگیریان امتت بی سرابان امتت از جفای ناکسان شد پریشان امتت از جفای ناکسان شد پریشان امتت یا محمد مصطفی ای نبی جان فدا یا محمد مصطفی ای نبی جان فدا من شوم قربانی تو ای حبیبی با وفا من شوم قربانی تو ای حبیبی با وفا سینه ها شد پر ز غم دیده ها شد غرق نم بی جمالت ای نبی جانی ما شد پر علم بی جمالت ای نبی جانی ما شد پر علم گه به پیشی نفس خود سر بی آوردم فرود گر به پیشی نفس خود گه به پیشی نفس خود سر بی آوردم فرود من گناهکارم نبی نزد اللهی ودود من گناهکارم نبی نزد اللهی ودود بندگانی گنده ایم راه حق گم کرده ایم بندگانی گنده ایم راه حق گم کرده ایم پیش تو هم خدا یا نبی شرمنده ایم
پیش تو هم خدا یا نبی شرمنده ایم. بله خب بگذار بفرمایید انشاءالله که دوستانی که 55 نفر آمدن اما لایک یک مراتب دیگه زیر کنین تا اینکه دیگر دوستا بیاین انشاءالله. نگم موضوع نشیده های پسندیده تون انشاءالله که بفرمایین در اجراش هستیم، انشاءالله در خدمت هستیم. خب علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. یک از اون تین از اون باشد. برادرها درخواست کردن یک از اون شما انشاءالله که از اون بعدا موضوع های لازمی در وصف هر چیزی که باشه انشاءالله که در شبکه ما باشن انشاءالله در خدمت هستیم. بفرمایین یعنی که نشیده ها باشن خدمت دهیم انشاءالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. در بسی مادر که نمیدونم صدا به طریق استودیو برآمد شما در چگونه رفت.
این حال ما مقصد گوش موندم به طریق استودیو میه. خب حولیت رو از دورتم نظارت میکنم مادرم. باشد انشالله. خوبی برادر التماس کردن کی هست انشالله که نویسن رقم را انشالله که 933 یکم نفر نویسن مقصد هر کسی که رقم میپرسه گذاشته مقصد براشان پیشنهاد کنن 933 4906 واتساپ همش هست انشالله 933 4906 انشالله که نظاره کنین هر کسی که میپرسد بگذارین. خب مادر جای تو خالی است امینه برادر. باشد خوندیم برادر. 933 4906 انشالله که یکم نفر نویسن گذارن 933 4906 من دیگه نویسه نمیتونم برادر. آه مادر جای تو خالی است از درگاه من. آه مادر جای تو خالی است از درگاه من. جان من دنیای من ای اختری تابانی من. جان من دنیای من ای اختری تابانی من. از کجا یابم تو را ماهی به نوری خانه ام. از کجا یابم تو را ماهی به نوری خانه ام. گشتم خاکی مزارت فضل بی پایانی من. گشتم خاکی مزارت فضل بی پایانی من. حولیت را مادری جانم. حولیت را مادرم از دور تماشا می کنم. حولیت را مادرم از دور تماشا می کنم. جانی مادر گفتنت را باز تمنا می کنم. جانی مادر گفتنت را باز تمنا می کنم. اشک می ریزم به یادت من شب و روز دائما. اشک می ریزم به یادت من شب و روز دائما. رفته با سنگی مزارت من مراسا می کنم. رفته با سنگی مزارت من مراسا می کنم. صد دریغا مادری جانم نمی یابم تو را. صد دریغا مادری جانم نمی یابم تو را. حمزه را در انتظاری خاکی راحت می کنم. حمزه را در انتظاری خاکی راحت می کنم. آه مادر جای تو خالی است از درگاه من. آه مادر جای تو خالی است از درگاه من. جان من دنیای من ای اختری تابانی من. جان من دنیای من ای اختری تابانی من. خب در وصف پدر نوشتم پدر رفتی زی بستانم. کجا یابم تو را آخر. زی حجرت دیده گریانم. کجا یابم تو را آخر. پدر رفتی زی بستانم. کجا یابم تو را آخر. زی حجرت دیده گریانم. کجا یابم تو را آخر. در آسمانی پر از مهر و وفای زین صفای زندگی من.
من تو بودی شمس تابانم، کجا یابم تو را آخر؟ در آسمانی پر از مهر و صفای زندگی من، تو بودی شمس تابانم، کجا یابم تو را آخر؟ تو نوری قیب زی نورت قبله امیدی من دائم درخشان باد، چراغی خاندانی من، کجا یابم تو را آخر؟ پدر رفتی زی بستانم، کجا یابم تو را آخر؟ زی حجرت دیده گریانم، کجا یابم تو را آخر؟ تو درسی روزگار و زندگی آموخته بر من، ایا عیسی بانی من، کجا یابم تو را آخر؟ در ایامی که طفل بودم نداشتم احترامت را، هزاران بار پشیمانم، کجا یابم تو را آخر؟ قلم بر دست رشید باساز، زی دل بر دفتری اشعار نویسد کی پدر جانم، کجا یابم تو را آخر؟ پدر رفتی زی بستانم، کجا یابم تو را آخر؟ زی حجرت دیده گریانم، کجا یابم تو را آخر؟ بله، از برادرها خواهش میکنیم این رقمای من نویسین، برای برادرها گذارین. چندین نفر رقم تلفن پرزیستیان، آن نفرانی که میخواهند رقمای ما را دسترس کنن در این کانال بدرین، ای همه آخر او کانال نویسته در پایان هست، رقمای تلفن همش هستن. نمیرون اگم تا می نویستگی نویسین، امجا من نویسته نمیتونم، مقصد امکان نویستن ندارم دیگه. نه شما انشالله که نویسته میتونین، اما یک کپی کنی بگذارین اینجا، همون نفرایی که میخواهن رقم را گیرن انشالله. مثل 33 4906 مثل 33 4906 اما را گذارین برادرها. خب همون لایک تونه بوجه خیلی، تا اینکه دوستا بیاین، انا دوستانی که 70 نفر در اینجا حضور دارن انشالله که اگه موضوع نشید که براتون پسنده انشالله بفرمایین، در خدمت هستیم. بله، مثل 33 مثل 33 4906 صدای من میره ما؟ مصطفی برادر نویسم یا برگم میره، مثل 33 4906. بله، خیلی نقطه خطی نویسه که شاید خیلی رقم انا میخیل مثل 33 4906 انشالله که به همین طریق روان کردن بگیره برادر.
الله سبحانه یک پدر برادرمان قیام الدین دعا طلب کردن در حق پدر. الله سبحان پدر عزیزشان رحمت مغفرت کنه، پروردگارا در عمر جانشان برکت عطا کنه، پروردگار سرفرازی هر جهان برای یکی مناسب بگردانه. آمین یا رب العالمین. خب در وصف رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن در وصف مرگ باشد. میرسد روزی که ما رو میبرند روی دست، سینی ما در 20 باشد یا که اندر 36. میرسد روزی که ما رو میبرند روی دست، سینی ما در 20 باشد یا که اندر 36. ما نمیدانیم فردا زنده ایم یا این که نه، قسمتی ما را خدا بنوشته از روزی الست. ما نمیدانیم فردا زنده ایم یا این که نه، قسمتی ما را خدا بنوشته از روزی الست. از پسی دنیا مدو ای بی خبر هوشیار باش، با همه یکسان باش اسلامش و شهرت پرست. از پسی دنیا مدو ای بی خبر هوشیار باش، با همه یکسان باش اسلامش و شهرت پرست. میبرد ثروت به جنت یا که اندر قعر نار، ای فلانی خیر بین ما تا دمی فرصت چو هست. میبرد ثروت به جنت یا که اندر قعر نار، ای فلانی خیر بین ما تا دمی فرصت چو هست. قلبی بنده خود مکانی کردگاری عالم است، وای بر حالت اگر قلبی زی دستی تو شکست. قلبی بنده خود مکانی کردگاری عالم است، وای بر حالت اگر قلبی زی دستی تو شکست. زندگی جیحون یا ما را برد بر کام خویش، خوش به حالی آن کسی بر خالقی خود دل ببست. زندگی جیحون یا ما را برد بر کام خویش، خوش به حالی آن کسی بر خالقی خود دل ببست. همزه یا از تحت دل تو مثل بلبل ها سرا، چون که در هر یک ندایت ذکر یا الله است. همزه یا از تحت دل تو مثل بلبل ها سرا، چون که در هر یک ندایت ذکر یا الله است. بله برادر نویستن ای نبی جان، انشاءالله. خوشا سرودی به یاد پیغمبر، بخوان درودی به نام پیغمبر. خوشا سرودی به یاد پیغمبر، بخوان درودی به نام پیغمبر. امیدی ما ز حق همین باشد، که مهر پیغمبر به یاد ما باشد.
امید ما ز حق همین باشد که مهر پیغمبر به یاد ما باشد. ای نبی جانم ای نبی جانم ای نبی جانم نبی، جان و دلم آرامش جانم روح و روانم نبی. ای نبی جانم ای نبی جانم ای نبی جانم نبی، جان و دلم آرامش جانم روح و روانم نبی. سلام قدسی بر روح پاکت محمدی امی، خوشا کنم سرمدید خاکت محمدی امی. دلم تمنا به روز محشر شفاعت دارد، لقای روی مهی تو در راه جنت دارد. با تو دل صدا ندارد شامی من زیا ندارد شامی من زیا ندارد. بی مهرت بها ندارد دل ها، با عشقت بها ندارد با عشقت بها ندارد. ای نبی جانم ای نبی جانم ای نبی جانم نبی، جان و دلم آرامش جانم روح و روانم نبی. ای نبی جانم ای نبی جانم ای نبی جانم نبی، جان و دلم آرامش جانم روح و روانم نبی. بشین بکندی دلی شکستم نبی نبی جانم، به روز عقبا میان غمها شفاعتت خواهم. تو شاه مستان به من نظر کن ببین چه خارم من، به مهر رویت به گفت و گویت ببین چه دارم من. ای بهتر ز هر چه در این عالم، محبوبی خدای هر یک عالم، محبوبی خدای هر یک عالم. در جانها که جان شود دیگر، جان شد چون جهان شود دیگر، جان شد چون جهان شود دیگر. ای نبی جانم ای نبی جانم ای نبی جانم نبی، جان و دلم آرامش جانم روح و روانم نبی. ای نبی جانم ای نبی جانم ای نبی جانم نبی، جان و دلم آرامش جانم روح و روانم نبی. جان و دلم آرامش جانم روح و روانم نبی. روح و روانم نبی. کجای خواهری جانم؟ اینی که در وصف خواهر بود الله سبحان برادر یاسین جان دعا طلب کردن که در حق مهاجران دعا کنین. الله سبحان کلی برادرانی که در مهاجرت هستند الله سبحان برکت اولا در عمر جانشان، در خاندانشان، در کسب کارشان، پروردگار رو بعدا به غنیمت زیاد به سرفرازی الله سبحان به نزد پدر و مادر و
یارو برادر و فرزندکاشون علیه سبحان باز بگردانشان. آمین یا رب العالمین. خب انشالله تاجیک بچه غریب انشالله میخونیم سوره الله را میخونیم. حاضر از موضوع یکم مدت در موضوع نشید شوه تا اینکه دوستایی که خیلی وقتا نشید ثبت میکنیم گوش میکنن هستن اینجا، انشالله که گم گفتنی باشن گم نشید را پیشنهاد داشته باشن انشالله که پیشکش کنن در خدمت هستیم. تلاوت قرآن هم میکنیم حتمیه. خب انشالله سوره تین میخونیم. دلیل جان برادر انشالله که سوره تین هم میخونیم. برادر عزیز نشیدهایی که در شبکه ما هستن اون انشالله که پیشکش کنین خوبتر بهتر میشه. و برادرایی که نو داخل شدن اما لایک یک بار زیر کنین تا اینکه دیگر دوستا بیاین سرجمی ما انشالله که خوبتر میشه با پیشنهادی برادرها زیادتر میشه. و بسم الله کنی که اما خب در وصفی گفتن که چه دل بندی در این دنیا که مرداری کلاغان است، چه بنشینی در این منزل که آخر جمله ویران است. چه دل بندی در این دنیا که مرداری کلاغان است، چه بنشینی در این منزل که آخر جمله ویران است. تماشاگاه فرعون است، عشرتگاه نمرود است، خزینه دار قارون است، عروس آرای شیطان است. تماشاگاه فرعون است، عشرتگاه نمرود است، خزینه دار قارون است، عروس آرای شیطان است. چه دل بندی در این منزل نکردی تو شیء حاصل، همه افسانه ها باطل که بازی های شیطان است. چه دل بندی در این منزل نکردی تو شیء حاصل، همه افسانه ها باطل که بازی های شیطان است. نگر در باغ و در بوستان، عمارت ها و شهرستان، نظر کن سوی گورستان، تو را گویند چه فرمان است. نگر در باغ و در بوستان، عمارت ها و شهرستان، نظر کن سوی گورستان، تو را گویند چه فرمان است. مکن با سیم و زر کوشش، نیابی جز کفن پوشش، بکن با خیر و کوشش که دوزخ جای سوزان است. نگر در مکن با سیم و زر کوشش، نیابی جز کفن پوشش،
بکن با خیرها کوشش که دوزخ جای سوزان است. بیارن مرکبی چوبین نه او را افسرونی زین بر درونی چادری غمگین نه او را سر نه سامان است. بیارن مرکبی چوبین نه او را افسرونی زین درونی چادری غمگین نه او را سر نه سامان است. برندت سوی گوریستان جدا از خویش و فرزندان لبی شیرین رخی خندان خوراکی مار و موران است. برندت سوی گوریستان جدا از خویش و فرزندان لبی شیرین رخی خندان خوراکی مار و موران است. بیا ای مادری مسکین تو بنشین بر سری بالین دعایم را بگو آمین که دردمند را چه درمان است. بیا احمد تو زاری کن خداوندا تو یاری کن بکن خیری در این عالم که از تن کوه هزاران است. یا ای سعدی مسکین دمی بر خاک من بنشین بخوان تو سوره یاسین ثواب او فراوان است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها كذبت ثمود بطغواها إذ
الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك بسم الله
لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. انشالله میخونیم برادر بفرمایید انشالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. سینده و سر بلند باشی برادرو. خب بفرمایید. نگم نشید پیسندیدتان باشه بفرمایید. اونهایی که نو آمدن انشالله که اما گفتی بعضی ها که مو لایک ازیر کنید تا اینکه دوستان زیادتر شوند. و اون پیشنهادی دارن بعضی ها هستن که میخواهن واقعا کنار ما و شما باشن بیخبرن انشالله که اگر ما لایک بجخین تو اینکه همگی خبردار شوند. اونهایی که نیستن حاضر شوند یکم خدمتی باشه در خدمت هستیم. بفرمایید. یکم نشیدی پیسندیدتان باشه بفرمایید انشالله. الله برکاتون تی خداوند سبحان موفقتون بگردم. الله سبحان برکت هر جهان براتون نصیب بگردم. الله جزوی خیرتون تی باشد. یا مصطفی محمد نشیده باشد انشالله. انشالله برادر. خب در وصف رسول الله صلی الله علیه وسلم درخواست دارم برادر. جانم فدای نامت یا مصطفی محمد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اونهایی که نو داخل شدن انشالله کم لایک بجخین تا اینکه دیگه دوستا با خبر شوند. لایک شما در می افیر لازمه. دیگه وقت من نیاز ندارم برای که دیگه وقتش تا این وقت رفته میروه که این پریمه افیر که هسته دوستا بیاین دوستا با خبر شوند بیاین انشالله. نگم درخواست دارن نگم گفتنی دارن انشالله که باشد. جانم فدای نامت یا مصطفی محمد. جانم فدای نامت یا مصطفی محمد. میرم به هر کلامت یا مصطفی محمد. میرم به هر کلامت یا مصطفی محمد. از جان و صد برابر جانی که در بدن هست. از جان و صد برابر جانی که در بدن هست. بنمایم احترامت یا مصطفی محمد.
بنمایم احترامت یا مصطفی محمد. جان را نثار کردی به امتان عاصی، جان را نثار کردی به امتان عاصی، بر امتان خامت یا مصطفی محمد، بر امتان خامت یا مصطفی محمد. بالا ز کل دنیا، بالا ز عرش بالا، بالا ز کل دنیا، بالا ز عرش بالا، نزد خدا مقامت یا مصطفی محمد، نزد خدا مقامت یا مصطفی محمد. ما را نما شفاعت گرچند پر گناهیم، ما را نما شفاعت گرچند پر گناهیم، تا بردیم سلامت یا مصطفی محمد، تا بردیم سلامت یا مصطفی محمد. با فضل و عزن الله ما را نما بهشتی، با مژده و پیامت یا مصطفی محمد، با مژده و پیامت یا مصطفی محمد. جانم فدای نامت یا مصطفی محمد، میرم به هر کلامت یا مصطفی محمد صلی الله علیه وسلم. خب در موضوع برادر خیلی نوشتم سوره بلد. صدام کمک خسته رنگ به حساب می روه انشاءالله که بله برادر عزیز ذکر الله برادر عزیز انشاءالله می خونیم. نشید خواهری کجای خواهری جانم انشاءالله می خونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا
أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العظيم. مختصر بله برادر چلو که سوره ملک و پررگینی کمک تلاوت میکنیم انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب
السعير. صدق الله العظيم. برادر سوره کافرون گفتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. سوره یوسف. قوام پرچکش که برای شما لازمه پیسنده انشالله اونجا شما تلاوت میکنیم بعدا با خدمت برادران باشد. شهرت برادر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد
11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم. متفقین انشالله که بعداً برادر خب بفرمایین 100 نفری که قرار دارن موضوعی باشد درباره پدر نشید در وصف پدر انشالله که اکتا میخواییم در وصف مقام والدین بعداً یک تای دیگر در وصف پدر یعنی که پدر حیات باشن یا اینکه در وقتی در حالت زنده بودن باشن یا که در حالت از دنیا درگذشتن پدر اونی که پیشنهاد کردن انشالله که کدامش براتون مناسب تر باشه. باشد انشالله که خواهر میخوایم. حیفی فرزندی که بی ناموس و بی عار شود وقتی پیری پدر و مادری او خوار شود. حیفی فرزندی که بی ناموس و بی عار شود وقتی پیری پدر و مادری او خوار شود. پدر از خدمت فرزند نباشد راضی در دو عالم به غم و غوسه گرفتار شود. پدر از خدمت فرزند نباشد راضی در دو عالم به غم و غوسه گرفتار شود. چون اویسی قرنی خدمت مادر بنما که تو را لطف خدا در دو جهان یار شود. چون اویسی قرنی خدمت مادر بنما که تو را لطف خدا در دو جهان یار شود. نیست مقبول خدا طاعت هر عاق پدر جای او روز جزا دوزخ پرنار شود. نیست مقبول خدا طاعت هر عاق پدر جای او روز جزا دوزخ پرنار شود. حیفی فرزندی که بی ناموس و بی عار شود وقتی پیری پدر و مادری او خوار شود. پدر از خدمت فرزند نباشد راضی در دو عالم به غم و غوسه گرفتار
گرفتار شود. پدر و مادر اگر راضی شوند از فرزند، تا شفاعتگری او احمدی مختار شود. پدر و مادر اگر راضی شوند از فرزند، تا شفاعتگری او احمدی مختار شود. هر کسی دانه نپاشد اگر در وقتش، روزی سختی او به یک دانه جوزار شود. هر کسی دانه نپاشد اگر در وقتش، روزی سختی او به یک دانه جوزار شود. ای برادر بینما خدمت پیران را بجا، کیزی فیزی دعا نختی تو پربار شود. ای برادر بینما خدمت پیران را بجا، کیزی فیزی دعا نختی تو پربار شود. حیفی فرزندی که بی ناموس و بی آر شود، وقتی پیری پدر و مادری او خار شود. پدر از خدمت فرزند نباشد راضی، در دو عالم به غم و غوسه گرفتار شود. پدر از خدمت فرزند نباشد راضی، در دو عالم به غم و غوسه گرفتار شود. خدایا قبلگاهم را سپردم من به درگاهت، منور کن تو قبرش را چو آن خورشید و آن ماهت. خدایا قبلگاهم را سپردم من به درگاهت، منور کن تو قبرش را چو آن خورشید و آن ماهت. خدایا بلبلش گردان به نزد منکر و نکیر، که هر دم در زبانت بود صفات ذکر اللهت. خدایا بلبلش گردان به نزد منکر و نکیر، که هر دم در زبانش بود صفات ذکر اللهت. خدایا چون رحیم و ذوالله، خدایا چون رحیم و بی زوال اولا مکان هستی، سپردم من عزیزی قلب خود را در پناهگاهت. زی آبی کوثرت سیراب گردان تشنگانت را، که این دم عاشقین آمد رسد بر آخری راهت. به یادت ای پدر جانم درونم سخت می سوزد، بخوانم آیت قرآن ببخشم من به ارواحت. خدایا قبلگاهم را سپردم من به درگاهت، منور کن تو قبرش را چو آن خورشید و آن ماهت. بله، برادری که در وقت در وصف خواهر نشید درخواست دادن باشم.
خب ای خدا جان. سید امیر احمد و برادر عزیز چی کم بود میبینی بفرما. خب انشالله میخونیم خدا خواسته باشه در آخر میخونیم دعا میکنیم. در نوحی عبدالرحمن جوین برادر علی سفر و برادر عزیز در نوحی عبدالرحمن جوین قرار داریم. الله سبحان براتون صبر عطا کنه. برادر عزیز مادر عزیزشون از دنیا گذشته بوده. الله سبحان مادر عزیز رحمت و مغفرت کنه، شایسته جنت بگردونه و جنت الفردوس الاعلی را نصیبش بگردونه و برای برادر صبر جمیل عطا بفرمایه. آمین یا رب العالمین. خب انشالله یک موضوع مهم برای خیر هست برادر میگه باش انشالله تلاوت قرائت میکنیم بعدا دعا میکنیم. خب در وصف خواهر گفته بودم تولد 1990 برادر. بله برادر اینستاگرام هم هست. قاری امیر حمزه انگلیس خطی نویسین میبرویم. بله برادر انشالله که خداوند سبحانه همه یوتیوب خریب که برای پدر و مادر هست برادر عزیز. انا حرکت میکنیم که در دل شما را بخونیم برادر. انشالله که نیت داریم کدام روزا برای شما مهم باشن. بسیار برادرای غریب تصمیم گرفتیم که بین شنبه و بازار بگاهی شنبه در کم کم افیر کنیم با شما صحبت در باشیم انشالله ساعت 10 تا مثال یکم وقتی معینه انشالله که اگر موافق باشین هر روز شنبه انشالله کم کم در کنارتون باشیم. ولی انشالله که رقم را گیرین زنگ بزنی برادر بختیار یوسف زاده. انشالله که رقم را گیرین نویسین انشالله در واتساپ صحبت میکنیم. الله سبحان براتون فرزندای صالحه را نصیب بگردونه انشالله. و به نظرم که برادر چند مراتب نویسن که در وصف خواهر میگه خب کجایی خواهری جانم کجایی جان و جانانم نمی آیی دوباره تو
زی سوز و درد پر ارمانم، کجایی خواهری جانم، کجایی جان و جانانم، نمی آیی دوباره تو، زی سوز و درد پر ارمانم. چیزی با بود زمانی کودکی ما و تو خواهر، من و تو شادی می کردیم، عجب اندر عجب در دامنی مادر، گذشت از مرگ تو سالها، ولی تا حال می سوزم، کجایی خواهری جانم، ندارم من تو را در بر، کجایی خواهری جانم، کجایی جان و جانانم، نمی آیی دوباره تو، زی سوز و درد پر ارمانم. شدم مشتاقی آن لحظه کی می گفتی اکا جانم، بیا یک دم اکا جان گو، شوم قربانی تو خواهر، تو را از ما نبود چنگی، عجل ای گوهری نایاب، خیالی کودکی دارم، هنوزم در دل و در سر، کجایی خواهری جانم، کجایی جان و جانانم، نمی آیی دوباره تو، زی سوز و درد پر ارمانم. بله. بله. شریف و برادر انشالله که انسانی میخواستگی جستجو میکنه، انشالله پیدا میکنه. الله موفقتون بگردونه، خداوند برکتتون عطا کنه. خب همش هست، ما پیستنیاد هستن انشالله. خب بسم الله. برادر تن در غریبی هستم، مادرم از دنیا گذشته. الله سبحان برای برادر صبر عطا کنه و خداوند جنت الفردوس الاعلی را برای برادر مادرش نصیب بگردونه و خداوند برای برادر صبر عطا بفرماید. خب در وصف غریبی انشالله که میخونیم، غریبی را میخونیم. خب برادری که مادرش از دنیا گذشتن اینجا هستن. سوره الرحمن برادر خواندگی هستیم، خدا خواسته باشه افیر تخرانی میشه، اون میتونی که تماشاش کنی انشالله. یک دو نفری که آمدن همون لایک زیر کنین تا اینکه دیگر دوستا بیاین. اگر مدتی کوتاهی دیگر کنارتون هستیم، بعدا خارج میشیم. بقره انشالله که میخونیم. خب سوره تبارک یک مقدار چند آیت تلاوت کردیم. اکابر برادر عزیز انشالله که افیر سخرین میشوه، میتونین که گوش کنین انشالله. الله برکت هم بیاره.
نمره ما رو برادر مثلا 33 4 تا 906 در ویدیو هست انشالله در بالای همون یوتیوب در کانال ده هست انشالله که میتونی که دسترس کنی نمره رو مثلا 33 4 تا 906 الله سبحان الله سبحان برادرمون در حفظ امانت نگهبان باشه در غریبی خرداشتیان الله سبحان سربلندی و خانه آبادی و برکت و غنیمت زیاد الله براش نصیب بگردانه و این چنین برای هر یک برادری که در غریبی قرار دارن الله سبحان غنیمت زیاد و وطن صحت دل به غم پروردگار شوق و سلامت به غنیمت زیاد به نزد پدر و مادر و یار و برادر و دوستا و طفلک باشه الله سبحان باز بگردانشون آمین یا رب العالمین. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله خواهر. بله انشالله که یکم گفتنی دیگر نباشه اگر یعنی یکم موضوعی مهم براتون اگر لازم باشه موضوعی درباره یکم موضوعی انشالله که نشیدها را اگر گوش کرده باشین یکم موضوعی پسندیده تان باشه بفرمایین انشالله که در خدمت هستیم اگر که نباشه انشالله که خواهی میشیم. نه بختیار برادر بختیار یوسف زاده در ناحیه عبدالرحمن جامی قرار دارم برادر. سلامت باشی شریف برادر عزیز شریف جان الله سبحان موفقتان بگردونه انشالله که برای با شما در صحبت بودن و در خدمت شما دوستای عزیز انشالله که شدگی هستیم کنار انشالله در خدمت هستیم آن نفرایی که یگان موضوع مهم در زندگیشان دارن میخوان که و مثل نشید اگر ثبتشان کنن از حیات خودشان از زندگانی خودشان انشالله که میتوانن به همون رقم مراجعت کنن به رقم های 933 4 تا 906 انشالله که با یک شاعر هست یک دو هست انشالله موضوع حیاتون بیان میکنن مثل شعر میکنن انشالله و نزدیکی باید برای یک برادر در وصف مادر که به نزدیکی مادرشون از دنیا گذشته بودیم برای او انشالله که یک نشید هست نوشتن آماده کردن انشالله که روزهای نزدیک حرکت میکنیم ثبت کنیم بگذاریم شه با تکلیف برادر برای رحمتی مادر این گونه میشه نام موضوع نشید با تکلیف یک برادر برای رحمتی مادرش یعنی که برای رحمتی مادرش تکلیف کردن از ما درخواست کردن حالا خیلی موضوع خوبی هست اونهایی که واقعا مادراشون کنارشون نیستن برای اونها خیلی یک درسی هست یک درسی خوبی هست حالا که اونهایی که مادراشون کنارشون هستن به قدر مادر برسین زمانی میرسه که از کنارتون دور میشوه دیگه دنیا رو میکوی نمیویش پدر و مادر گنج بی بها هستن به قدر این نعمت برسین و احترام اونها را داشته باشین تا زمانی که جان در بدنتون هست الله سبحان توفیق بندگی را و توفیق خدمت کردن برای پدر و مادر برای ما و شما نصیب بگردونه امین یا رب العالمین. یتیم شاه جان برادر عزیز این موضوع پیش ما نیست یعنی که تکتش نیست ماده ما رفتیم باغ جنت نشدش پیش ما نیست یعنی بله اگه موضوع مهم نباشه خارج میشیم برادر. حدیث سفر رو انشالله که حالا مادر یک نشید هست میگه که ای پسر برخیز و دو کی مادری زارت گذشت مادری دل
بیخبر تنها بزار، مادری در یاد تو بر غم گرفتارت گذشت. تو نمیدانی ولی او آخران بیمار شد، مادری بیچاره و از درد بیمارت گذشت. از سحر تا شام پسی در انتظارت می نشست، مادری در انتظار ایستاده ناچارت گذشت. دائما از تو به ما می گفت و می خندید او، مادری خوش شق و بی حد خاک سارت گذشت. گاه از حول ایما آب می بود با ستیل، مادری آزاده و هم تازه دارد گذشت. زندگی تلخ است و شیرین، صبر می باید کنی، مادری پر صبری تو بین که چه مقدارت گذشت. بله، در وصف مادر زیاده. هر چقدر بکنیم مقدر کمی. برای غریبی گفته بودم میگه برادر انشالله بخ برادر عزیز حتمی میخونیم. در آخر سوره مطففین میخونیم، بعدا دعا میکنیم، خارج میشیم. اگر قبول داشته باشی، اگر نه نیم حوض میخونیم با ادامهش میتیم. اگر انتظار باشی در آخر سوره مطففین میخونیم، بعدا یک دعای خیر میکنیم و خارج میشیم اگر براتون پسندیده باشه. غریبی و غریبی و غریبی ندیدم روزی بی غریبی، غریبی و غریبی و غریبی ندیدم روزی بی غوغا، غریبی برای مردمی بیچاره هر دم قیامت کرده ای برپا، غریبی برای مردمی بیچاره هر دم قیامت کرده ای برپا، غریبی ندیدم با تو من آرامشی دل، همه روزت بود دعوا، غریبی ندیدم با تو من آرامشی دل، همه روزت بود دعوا، غریبی غریبی و غریبی و غریبی ندیدم روزی بی غوغا، غریبی
ندیدم شادی را اندر کنارت، فگارم کرده ای، فگارم کردی از غم و غریبی. ندیدم شادی را اندر کنارت، فگارم کرده ای، فگارم کردی از غم و غریبی. تو با زور و ستم بر جان ما نیز، علم ها را بکردی جاغریبی. تو با زور و ستم بر جان ما نیز، علم ها را بکردی جاغریبی. زی فصل عمر ما بردی چی آسان، جوانی را تو بر یغما غریبی. زی فصل عمر ما بردی چی آسان، جوانی را تو بر یغما غریبی. غریبی و غریبی و غریبی، ندیدم روزی بی غوغا غریبی. غریبی و غریبی و غریبی، ندیدم روزی بی غوغا غریبی. غریب افتاد دور دورم مادر، دور است و دائم و رنجورم مادر. غریب افتاد دور دورم مادر، دور است و دائم و رنجورم مادر. برای جنگیدن با قسمت خود نیز، خدا شاهد نماند از زورم مادر. برای جنگیدن با قسمت خود نیز، خدا شاهد نماند از زورم مادر. در این ملک غریبی پر تلاطم من، نیستم لحظه مجبورم مادر. در این ملک غریبی پر تلاطم من، نیستم لحظه مجبورم مادر. علم های دلم را بر که گویم من، میانی در دو غم ناجورم مادر. علم های دلم را بر که گویم من، میانی در دو غم ناجورم مادر. نکردم روزها
سراغت زن و پیش تو بسی معذور میمادر نکردم روزهای من سراغت زن و پیش تو بسی معذورم مادر بسی جیحونیت از درد می نالد چی بین مایم به وقتی شورم مادر بسی جیحونیت از درد می نالد چی بین مایم به وقتی شورم مادر غریب افتادم و ره دورم مادر دور است و دائم و رنجورم مادر غریب افتادم و ره دورم مادر دور است و دائم و رنجورم مادر. هر کی ادب و حیا ندارد، یعنی که غزل برادر عزیز کمک غزل پیشینه‌تر که هستد تکستش شاید که عینی حال پیش ما نباشه. انشالله که حرکت میکنیم به شنبه دیگر آماده باشین، هر درخواست و گفته ای که باشین داشته باشین انشالله که میتوانه که نشیدها را بدروین گوش کنین و هر کیش که میخواهی که زین به طریق که افیر به طریق به منتج استودیا به طریق زنده اگر بخواهی که مقصد گوش کنین هر کدومش که گوش میکنین براتون پیسنده هست انشالله که بفرمایین در خدمت هستیم. خب زنده و سربلند باشید طول 2 ساعت 2 مینوتی که کنار ما هستین. خداوند سبحان این لحظه هایی که کنار ما هستین الله سبحان که برای اختان یک چیز گرفتین الله سبحان در نامه اعمالتون نیکی ها ثبت کتابت کنه پروردگار برکت هر جهان براتون نصیب بگردونه. برادر عزیز برای امکانی سوال جواب که میتوانی که طریق واتساپ انشالله گم سوال باشه بفرمایین انشالله در افیر در پیام افیر امکان ندارم برادر، فقط امید موضوع رو میتونم تلاوت قرآن و نشید خواندن نشید انا به طریق واتساپ میتونی که هر سوال و هر گفته ای که باشه انشالله در خدمت هستیم برادر. بله برادر انشالله که اونی که واقعا میخواه خودش جستجو میکنه برادر هسته ما اپیسن یا ویدیو ده هستن اما گفتگی شما گذاشتگی هستیم کارترم هستن همه چی هستن هر کسی که خواهشمنده انشالله که خودش جستجو میکنه و پیدا میکنه و انشالله سهم خودش میگذاره. الله سبحان برکتون عطا کنه برای فکرانی های نیکتون برادر، برای مقصد خیرتون الله سبحان برکت هر جهان براتون نصیب بگردونه. خب یکم گفتنی دیگر نباشه تلاوت میکنیم بعدا دعا میکنیم خارج میشیم. الله سبحان پدر عزیزتان رحمت و مغفرت که پدر عزیزتان شفای کامل عاجل براش نصیب بگردونه پروردگار کنارتون همیشه باشن و مهر و محبتی پدر و مقام پدر و احترامی پدر الله سبحان در قلب شما جایگیر بگردونه پروردگار رو همیشه احترامش رو به جا بیارین آمین یا رب العالمین. برادر عزیز انا محمود جان برادر سوره یوسف خواندگی هستیم یک توهن مقداری که مقصد شما در نظر دارین انا
انشالله که افیر سخرین میکنیم، حتمی انشالله که میتوانین گوش کنین. 2 مراتب خواندیم برادر عزیز سوره یوسف، میتونین که انشالله که گوش کنین. بله احمد برادر عزیز بفرما. عاصیمونا قبوله باشد انشالله که احمد جان برادر عزیز انشالله که با ما باشین. خدا خواسته باشه کمترک صدام خسته شدن. انا انشالله که شنبه آینده اگر الله ذوالجلال خواسته باشه انشالله کناری ما باشین. انشالله با افیر سر میتیم، یعنی که مناسبتر برای برادرایی که در غریبی هستن. همین روز شنبه و بین شنبه و بازار روزی کمترک استراحتی به حساب میرود تا اینکه یکم درخواست و خواسته داشته باشن در خدمت باشیم. تصمیم گرفتیم روز شنبه و فردا اگر بینیم فرصت ها شوند بگاه انشالله که با یکم ساعت انشالله افیر سر میتیم با صحبت میکنیم انشالله. کدام وقتا برای شما مناسب باشه انشالله نویسین، اما ساعت ها انشالله افیر میکنیم با یکم تلاوتی باشه یا اینکه یکم نشیدی براتون پسندیده باشه انشالله که فرمایش میتین در خدمت هستیم. خب موسمی پیری گفته این نشید هست برادرها، میتونه که مقصد یوتیوب درخواستین قاری امیر حمزه نشید موسمی پیری هست. همین موضوعی که انشالله که زمزمه میکنیم انشالله برادر. عاصیمونا قبول بار خدایا ببخش، حرمت اهلی رسول بار خدایا ببخش، بار خدایا ببخش. عاصیمونا قبول بار خدایا ببخش، حرمت اهلی رسول بار خدایا ببخش، بار خدایا ببخش. عمر جوانی که بود جمله به غفلت گذشت، موسم پیری رسید بار خدایا ببخش، بار خدایا ببخش. عمر جوانی که بود جمله به غفلت گذشت، موسم پیری رسید بار خدایا ببخش، بار خدایا ببخش. بنده بی طاعتم گشت گنه عادتم، دور کن از غفلتم بار خدایا ببخش، بار خدایا ببخش. بنده بی طاعتم گشت گنه عادتم، دور کن از غفلتم بار خدایا ببخش، بار خدایا ببخش. در پی عصیان شدم از عمل پسمان شدم، لیک پشیمان شدم بار خدایا ببخش، بار خدایا ببخش. در پی عصیان شدم از عمل پسمان شدم، لیک پشیمان شدم بار خدایا ببخش، بار خدایا ببخش. در عملی روزگار گریه کنم زار زار، گریه چو ابری بهار بار خدایا ببخش، بار خدایا ببخش.
در عملی روزگار گریه کنم زار زار، گریه چو ابری بهار بار، خدایا ببخش بار، خدایا ببخش. بیشمر کردم گناه، عمر بکردم تباه، نامه بکردم سیاه، بار خدایا ببخش بار، خدایا ببخش. بیشمر کردم گناه، عمر بکردم تباه، نامه بکردم سیاه، بار خدایا ببخش بار، خدایا ببخش. در لحدی سحمناک زیر سرم خیشت و خاک، با کف بار خدایا ببخش. جامی بیچاره ام، از وطن آواره ام، با دل صد پاره ام، بار خدایا ببخش بار، خدایا ببخش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. بله، بنظرم که 2 minut 2 ساعت شد. ای فیلز به فیلم سخرانی شد. برادر بخیر انشالله که بنظرم که فردا خدا خواسته باشه حتمی با خواستی پروردگار انشالله داخل میشیم. حتمی همین سوره مطففین کاملا از اول تا به آخر انشالله در خدمت هستیم. اگر پیسانیده باشه براتون، برای که الکه 1 minut شد دیگه برای سخرند کردن نیازی نیست برادر. دیگه براتون پیسان باشه فردا انشالله داخل میشیم. سوره مطففین با پرگی میخوانیم و انتظار میشیم تا زمان خود داخل میشه. بعدا بله آواز کمبود داره. الله سبحان پدر و مادرتون در رحمت خودش قرار تی. الله سبحان جنت الفردوس الاعلا را براشون نصیب بگردونه. نمیدونم چی سببیه که پس شده آواز. خب دعا میکنیم الله سبحان آنهایی که در کنار ما بودن خداوند سبحان برکت هر جهان براشون نصیب بگردونه. خداوند سبحان در عمر جانشون برکت عطا کنه. پروردگار به تمام خواسته های قلبشون برسونه. هر کی را مراد است، مقصود است، حاجات است، الله سبحان برآورده خیر بگردان. آمین یا رب العالمین. زنده و سربلند باشه برادرو. خداوند یار مددگارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.